سلام دوستان عزیز، همونطور که بهتون قول دادم سکه ها رو براتون پشتوری کردم، تماشا کنید. اگر بتونید راهنمایی کنید که این سکه ها واسه کدوم کشوره، آیا ارزشی داره یا نه، خیلی خوشحال میشم از راهنماییاتون. پست بعدی قراره یه تعداد زیادی سکه های اوایل انقلاب رو براتون بذارم. اسکناس های خوبی هم دارم، اونا رو هم واسهتون نمایش میدم. یه نوستالژی و حس خوبی بهتون دست میده، اونایی که از سال مثلا 40 به بعد هستن و بودن و انشاءالله سایه‌شون مستدام بر سر خانواده هاشون باشه، احساس خوبی میگیرن از دیدن این پستا. اگر که سابسکرایب کنید و فالو داشته باشید پیجمون، تصویرهای خوبی بهتون نشون میدم.